خطاب و مراجعت من به نواربرداران خیانتکار است. آنهایی که در دست تلفن‌های موبیلی دارند که هر چیزی که دیدند آن را عکس برداری یا نواربرداری کرده در معرض تماشای همگان می‌گذارند. صرف نظر از آن که با این کار خود آبروی مسلمانی را می‌ریزند که گناه آن برابر ریزاندن خون مسلمان است. روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی بعضی نوارهای پخش شده ایستاده است که به بی‌حیایی و بداخلاقی بعضی زنان و مردان مسلمان دلالت می‌کند. یکی با شعر و سرودخوانیش بند ایزار و شرمگاه زن و مرد را نام می‌گیرد. دیگر با لباسهای تنگ و نازک رقص کرده تمام بدنش را می‌لرزاند. بعد از آن نفر دیگر اینها را نواربرداری کرده در شبکه‌های اینترنتی پهن می‌کند که آبروی آنها و خانواده‌شان را می‌ریزد. اینها این کار خود را در پیش چشم مردها نکرده بودند، بلکه در یک حجره علاهیده شعر و سرودخوانی و رقص می‌کردند. ولی دوستی نزدیکی از اینها با آبروی اینها چنگ زده اینها را نواربرداری می‌کند و در شبکه‌های اینترنتی در معرض تماشای همگان می‌گذارد. در نتیجه این را می‌بینیم که هر نفری که این نوار را می‌بیند خود اینها و پدر و مادرشان را و نیز همین نواربردار را دشنام و حقارت‌های فحش می‌کند. در تحت این گونه نوارها هر نفر فکر و نظریه خود را درباره اینها می‌نویسند که یا غیبت است یا تهمت است یا دشنام و حقارت‌های فحش. بعضی وقت کامنتری نویسان چنان با همدیگر از پس اینترنت جنگ و نزاع میکنند که تمام دشنام و حقارت‌های فحش را به همدیگر مینویسند. خلاصه این گونه نوارها بسیاری از مردم را به گناه میکشاند و فتنه و فساد بزرگ را برپا میکند و سببگار همه اینها همین نواربرداران خیانتکار هستند که هر چیزی را که چشمانشان ببیند آن را نواربرداری کرده در معرض تماشای همگان می‌گذارند. بیخبر از آن که نه تنها یک گناه بلکه گناهان زیادی را به دوش می‌گیرند، و مثل گناه غیبت، تهمت، عیبجویی و از همه بدترش شرمنده کردن و ریزاندن آبروی که گناه آن برابر گناه ریزاندن خون مسلمان است. خلاصه چنین نواربرداری خیانت در آبروی دیگران است و چنین نواربرداران خیانتکار هستند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: خون و مال و آبروی هر فرد مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. روایت مسلم. برادران و خواهران عزیز، شما بینگرید که در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آبروی یک فرد مسلمان را در برابر خونش قرار داده است. پس وقت آبروی کسی را میریزی گویا خون او را میریزی و گناه ریزاندن خون مسلمان را به دوش میگیری. و در دیگر حدیث آمده است از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بالای منبر برآمده با آواز بلند فرمودند: ای کسانی که به ظاهر ایمان آورده اما هنوز ایمان به قلب‌هایتان وارد نشده است، مسلمانان را آزار و اذیت نکنید و به دنبال عیبها و گناهان آنها نباشید، زیرا هر کسی که به دنبال عیبها و گناهان برادر مسلمانش باشد، الله تعالی به دنبال عیبها و گناهان او خواهد بود، و هر کسی که الله تعالی عیبها و گناهان او را بپاید حتما رسوا و شرمنده اش می کند، حتی اگر در کنج خانه اش هم باشد. روایت مسلم. این خطاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به منافقان بود که آنها به زبان ایمان آورده بودند اما ایمان در قلب‌هایشان جای نگرفته بود. آنها در پی ریزاندن آبروی مسلمانان بودند و عیب‌های آنها را جستجو می‌کردند
و با گفتار و کردار خود مسلمانان را آزار می دادند. برادر و خواهر عزیز، انا همین کاری که تو میکنی که دیگران را نواربرداری میکنی و آنها را در معرض تماشای همگان میمانی که سببگار ریختن آبروی آنها میشود، فعل و کردار منافقان است و تو پیروی از منافقان کرده ایستاده ای. پس ای شخصی که عیبهای دیگر مسلمانان را نواربرداری کرده در معرض تماشای همگان میمانی و آبروی آنها را میریزی، باری هم فکر نمی کنی که آبروی یک فرد مسلمان در برابر خونش می ایستد؟ نمی ترسی از آن روزی که خداوند در همین دنیا عیبهای تو را پیگیری کند و تو را در کنج خانه ات شرمنده و رسوا کند؟ تو از یک سو عیبهای مردم را ثبت داری، از سوی دیگر فرشتگان خداوند این عمل زشت و ناروای تو را ثبت می کنند و روزی در پیشگاه خداوند از این عمل زشت و ناروای خود پرسیده می شوی. این نوار ثبت کرده ات را تا روز قیامت هر کسی تماشا کند و هر کسی که کلاس مانده و یا به هر طریق آن را پهن کند، طبق حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گناهگار می شود و به قدر گناهان آنها تو هم گناه می گیری بدون اینکه از گناهان آنها چیزی کم شود. پس پرهیز نما از نواربرداری و پهن کردن هر گونه نوارهایی که سببگار ریختن آبروی دیگران و شرمنده شدن آنها می شود، تا خداوند آبرو و ناموس تو را حفاظت نماید و از شرمنده شدن نگاه دارد. جوان تا که چنین مدهوش و مستی، هزاران توبه کردی و شکستی، نمی آید چرا یک لحظه شرمند ز دادار و ملیک کل هستی، ز دادار و ملیک کل هستی. جوان تا کیف